فلسفه کوچی دیروکی کردان بر و خراسانه. چومچیان لچیان سار کرن حتما مالان وقت مالان باکر ای غریبی لما من کار ماما ملچه ماما من لبرا مترکینن عمر من بویت مامی رامزراندنا دولتا شیعی لایران کو چار دورا ویجه حکومتا سنه آوا بو کارکی حسان نبو جبرویه که جهر آلیه بتایبت جبا کوری روش حالات و روجاوادا لایران جه آلیا امپراتوریا عثمانی و هفبنداوی ازبک تجاوز دبو. امپراتوریا عثمانی هر وقت تخواست هیرش سر ایرانه بکه پیش یک جه آلیا هفبندین خوی سنه لروش حالات وده کرو جبو هیرش کرنا سر خراسان و کشتن و تالان و ویران کرن او هفبندین خواه هان دادن. شاه اسماعیل یکم کس بو کو به دستین کردین قراماندو به فرمانداریا بیرانبگی قراماندو پیشیا خراسان لبرانبر ازبکان آوا کرو جدویجی لاویوی شاه تحماسب و کوچ پرکرنه کردن زنگنه و چگنی و زیک و کلهور هیز خراسان به قوت کرد. لکوتایا حکومت کرنا سلطان محمدی صفویو لاولا حکومت کرنا شاه عباس ازبکان هیرشا خال سر خراسان تنتر کرنو خراسان ویران و تالان کرنو شاه عباس جسارت نکر جمنطقه ری پیاخه زیدتر داینو به خراسانه لانجام دا باجارن مشهد اردکان سبزوار نیشابور و اسفراین یک لپی هف به دستا عبدالمومن خانی ازبک تالان و ایران دبون و دورانا سالا 1000 هجری برانبر 5 سالا حکومت کرنا شاه عباسو اسفراین یک جباجاران بوکو وکو مشهد لبرانبر هیرشی تندی ازبکان برخودان دکر ابو مسلم خانی چاوشلو حاکما اسفراینه و کومک جا کردن قاضی استاجلو کردنادن و کسین که نکرد بون جبو پاراستناکلی اسفراینه خبات تکرنو عبدالمومن خانی ازبک جی بودا گیر کرناکله حولکی مزندا توب سوار کرنو 4 مهان دور پیچ کرناکله دوماندن چند جاران هیرشکی مزندا کتو شروان ناف کله میرتی کرنو لحر هیرشی که دکرن اثر دجمن کومک مزنج سردارن ازبک دکشتن و قسکو چپره کلیج جنازان تجبون دبیجن 4000 کس لوی شر مزن ج ازبکان هاتنه کشتن پاشچار مانگان جبر خدانا ابو مسلم خان و پاراستناکلی اسفراینه کاری دور پیچان دجوار بود ازبکان بر خدانا وان اشکاندن و گله داگیر کرن و کشتن و تالان کرن ابو مسلم خان و چند شروان خواه به یک جبورجان گیانا خواه پاراستن و تا 3 روزان شر کرن و حیاک و فیشک و بارود لچکاوان هبو کسی جد ازبکان جسارت نکر لبرانبر وان سر بکبه جدو توابون فیشک و باروتی چکیوان شروان آزا ازبک آگادار بون که ایدی شروانان هیزا خواهی شر تنه هیرش کرنو کله گرتنو او شروان آزا کو گیانا خوابو پاراستنو ناموس و آخا فیدا کرون
دست بسر کرن و لکوتایی دا گشتن. قباد گری کل هرکو یک جوان دور پیچ بو یک کلی اسفراینه و یک جشروان ازبکوی دناسه و لشرج شرکرناوی هست کریه حیفاوی لکشتنی قباد گریته. قباد ده پاریزه و شفدا جناب هیزی ازبکان وی در روینه. قباد کلهر ده قزوینه و راستیاوی چیروکی رش و اسکندر بگی ترکمن را دبیجه. اره باجار خراسان یک لپیهو هل بشین و یخت بونو جوان و میروان و نوخوین و خلیه دا لحو دشرین و جن و زاروکه وان دیل دهاتنه گرتنو لباجار خیوه و بخارای دهاتنه فریتنه. لمخابن شاه عباس چی تنه بگوتن مزن دور جهر خمو نراحتیان لدربارا قزوین مجولا خارن و راکتن و فسادا خدا. لسالی 1001 مانگی فرهاد خانی قرامانلو سرداری هیزی شاه عباس گیلان و مازندران داگیر کرو نیزک سنور خراسان بود. کمپا شاه عباس تا بستام نیزک بود. لجبوکو نامه یک مترسیدار جه عبدالمومن خانی ازبک گشتو دسوی جبو پاراستن و ترساگیان آخوا و گریه قزوینه. به هفتمین سالا حکومت شاه عباس فرهاد خانی قرامانلو و برای بیز ذوالفقار خان گشت سرهلدان گیلانه خلاص کرن. جبوکو لهشتمین سالا حکومت شاه عباس خوزستان جی سرهلداو فرهاد خان بو بیدن کرناوی شورشه چوی خوزستانه. لنه همین سالا حکومت شاه عباس و برانبر سالی 1004 هجری شاه عباس هز کم کرنو بر و خراسانه وره کرد. جبوکو روشا خراسانه و بر همین خراوی کل سر بیلیاقتی شاه عباس هاتو سر ایرانه او مجبور دکر روشا خال برانبر بیگانان لپیشیا روش حلاته روم بکن ایاکو سرهلدانه هندوری بیدنگ ببن. جدو هرشی عربان لسر ایران و تکچونی سلسله مزنی ساسانیان گپاری زبانه اردن فرهی امپراتوریا ایران بون سرخبونا ایران نیزکه نست سالان زهیب و تکچو و عربان 200 سال دست بگدا خواگیاندن سنوری باکور و روش حلاتی ایران و به دولت کبنارن توران هندوستان و چین 7 سنور بود. لناف 100 سالا چارمینی هجری دا دگل در فتاک بو قوم ترک چه بو وان دیواره سنوری ایرانه اشکسته دیتنو جسنوری ایران و تورانی کبنار در باس بونو کتن ناف آخا خراسانه و لانجام دا حکومت ترک غزنوی سلجوقی و مغل یک لپیهو هیرش سر ایران کرن و ایران ویران کرن.
هر وحال هیرشا تیمور لنگ و نسلیوی و ترک قراقویونلو و آقویونلو جی ارد ایران داونه بن پیاخواه. سلسله یا ایرانی صفوی کو نژادا وانجی کرد بو به تیکوشینا شاه اسماعیلی صفوی لسال نس 5 تا نس 30 مانگی هات سرکار و بنگه ها سرخبونا نتوی ایران پاش حدودی نست سالان آوا کرو فرمی کرنا اولا شیعه لإیران حال پشتیا یکیتی قومی و نتوی لإیران چه کر؟ رونشتنا صفویه لسر دسلاتی ایران حفکات به دوران ککو دسلات داره ترکی عثمانی زور به هزنو و خلیفه اسلام و خدیه اردن اسلامی دزانن لصفویه جی لبرانبر عثمانیان جبوخه نسب نامه یک چیکرونو دگوتن ام جنجاده هفتمین امامی شیعیان نیو حکومت کرن و پاریزگه مافه منو لبرانبر ترک عثمانی خبات دکرنو لانجام دا ترک عثمانی جی دگل ازبک هف رگز و هف اوله خواه یک دگرنو ازبک وان به هیرش کرنو ویران کرنی هرچه زیده تری خراسانه هان دادن تا عثمانی جروج آوا و ازبک جروج حلاته ایرانی تزده چه بویی ساجا رگدن لناف خواه دابش بکنو اولا سنه لشونا اولا شیعه دایننو حکومتا صفوی هلوشیننو ویران بکن لإیرانیان اولا شیعه قبول کرن جبوکو صفویه پشتگیراوان بو رولک اساسی لسرخبونا ایران لیستو و ولاتی ایران لبرانبر هیرشی دجمنان پاراستو شگرین ترین هفوندن شاه اسماعیل کرده چمشگزکی نیشتجه لروش حلاتی امپراتوری عثمانیان بونکو جبر جی اولاوان شیعه بو لجبوکو سلطان سلیم امپراتوری زورانی عثمانی پلانا شیعه کجی دست بکرو حاجی رستنبگی چمشگزک و چند هزار مالبات کرد جئیل و عشیرت خواه هاتن آلی کاریا شاه اسماعیل کل انجام دا پاش بنکتنا شاه اسماعیل لشری چالدوران و سرداری کرد و چل سردار دنی کرد به تاوان کرنا هفکاری و شاه اسماعیل را سرجی کرن از لرچینگ آزادون تردکشینم جهر در مست و سرحال و قبرام خبر دگر جهر در خبر دگر جهر در اما خوشحالی آمد حال نکر روزگاره جهیلینه برخزن دور کرم جدیاره دور کرم جدیاره برخزم آبیدم پشتیان لجوره و مکرم گبر گریان گبر گریان ترابم از بفرم ظلم اشکان بلمن تر بلمن جابر کروا خلمن جابر کروا خلمن
شری چالدوران لمهاد و یمینی رجبی نس بیستمانگی دا بود. شاه اسماعیل کو ندخواست لدست پیدا و دسلات داره عثمانی شر بکه، پیش جشری چالدوران همو حولا خوال سر سنوری روش حالاتی ایران بکار آنی تا ازبکین کو هیرش سر ایران دکرن و پاریزگه و گنده خراسان ویران دکرن و او خلقا دکشتن و ایسیر دکرن جزا بده. شاه اسماعیل به عالی کاریا هیزاخوی فدایی و کو کردشی مذهب سرکتو ازبک بتندی تک دانو جا خراسان آویتنه درو لقافی سری شیبک خانی ازبک لسالی نسل شانزه مانگی شراب خار. شاه اسماعیل و شاه طهماسپ و شاه عباس هر کی جان لسردما دسلات داریا خواه ایلو اشیرت نازور جکردن شیعه کوچ پر خراسان کرن تال برانبر هیرشی ازبکن سنه سنور و پاریزگه خراسان بپاریزن.